شب شده بود اما حسنک به خانه نیامده بود. حسنک مدت‌های زیادی است که به خانه نمی آید. او به شهر رفته و در آنجا شلوارهای جین و تیشرت تنگ به تن میکنه. او هر روز صبح به جای غذا دادن به حیوانات جلو آینه به موهای خود ژل میزند. دیروز که حسنک با کبرا چت میکرد، کبرا گفت که تصمیم بزرگی گرفته است. کبرا تصمیم داشت که حسنک را رها کند و دیگر با او چت نکند، چون او با پتروس چت میکرد. روزی پتروس دید که سعد سوراخ شده، اما انگشت او درد میکرد چون زیاد چت کرده بود. او نمیدانست که سعد تا چند لحظه دیگر میشکند و از این رو در حال چت کردن غرق شد. برای مراسم دفن او کبرا تصمیم گرفت که با قطار به آن سرزمین برود، اما کوه روی ریل ریزش کرده بود. ریزلی دید که کوه روی ریل ریزش کرده اما حوصله نداشت. ریزلی سردش بود و دلش نمیخواست لباسش را در آورد. ریزلی چرا قوه داشت اما حوصله درد سر نداشت. قطار به سنگها برخورد کرد و منفجر شد. کبرا و مسافران قطار مردند، اما ریزلی بدون توجه به خانه رفت. خانه مثل همیشه سوت و کور بود. الان چند سالی است که کوکب خانم همسر ریزلی مهمان ناخوانده ندارد. او حتی مهمان خوانده هم ندارد. او اصلا حوصله مهمان ندارد. او پول ندارد تو شکم مهمانها را سیر کند. او در خانه تخم مرغ و پنیر دارد اما گوشت ندارد. او آخرین بار که گوشت قرمز خرید، چوپان دروغگو به او گوشت خر فروخت، اما او از چوپان دروغگو هم گله ندارد، چون دنیای ما خیلی چوپان دروغگو دارد. به همین دلیل است که دیگر در کتاب‌های دبستان آن داستان‌های قشنگ وجود ندارد.